سلام به همگی. توی این زمستون سرد و یخزده کانادا میریم که یه چای گرم و لذت بخش درست کنیم. این چای خوش عطر ما که برای زمستونم خیلی مناسب هست با چای سیاه درست میشه و یک مثل هل و همچنین بهار نارنج، گل رز خشک شده، دارچین و به خشک شده باعث میشه خیلی عطر و بوی خوبی داشته باشه. من معمولا از دستگاه قهوه ساز برای درست کردن چای استفاده میکنم. بعد از اینکه آب جوش رو داخلش ریختیم حدود 10 دقیقه میذاریم که این چای دم بیاد و میتونیم میل کنیم و عصرهای زمستون رو باهاش سر کنیم. این درختیه که بهش بارون خورده توی -4 درجه. خب توی این هوای سرد فقط یه چای نجات دهنده است. اینم از چای خوش عطر و طعممون. عالی، نوش جان.